بچه من تازه دنگورز رو برداشتم و بازی میکنم. شاید من بازی نکردم. یه بارم که بازی کردم همش میباختم و به شرطی که نسیم رو ببینم دلم میخواد بازی کنم. میخوام با اینو گروهی برم. من میخوام بیام. که من نمیدونم اصلا نسیم توی روبلاکس چیه؟ بدبخت شده. اصلا سنه آنی میذارم باشه. من میزنم کد کرم میخوام برم. من باید میرم. شما دوتایی فقط تو بازی. فکر کنم اونا هیولا شدن. من که تا تو عمرم هیولا نشدم. باتو آروم قرار شد برم سرعتم کم نشه. من هیچی نمیدونم. تاریکه خیلی. یه کوچولی هم بلدم. اینجا فکر کنم امنه. چی شد؟ اینو باید درست برم. وای من پیدام کرد. جونم رفت. وای اینجا هیچی معلوم نیست. هیچی نمیبینم من. همین دلیلاست که من بازی میکنم. بازی ها که میافتن دنبالم و یه کوچولو هیجه دارن رو من اصلا خوشم نمیاد. داده هیلوی میاد. چی داره میگی؟ با استرات هم کم شد. برو برو برو. وای خوردتم. تو میتونی. اینک تو میتونی. این زر بین. برو. همه که من جد بازی نمی کنم. نمیدونم قصرها که دارم اسکی میتونم بخرم. من اسکین دندی رو خیلی دوست دارم. و بچه تو کامنت ها اسمتون رو بنویسین. وای وی هم خیلی دوست دارم من. خب بعضیشون اسمشون بنویسن. اونم دندیش داره. کارتم دوتا ابیلیتی داره. نه اینو خیلی دوستم داشته باشم. ولی من اینو خیلی دوست دارم. چی بخرم؟ این اسکینش خیلی خفنه. ولی من فعلا دلم باره این دوست دارم که پولم باش نمیشه. شاید این بخرم. پس وی هم نمیتونم بخرم. اونم پس بخرم. پس اینو میخرم. اینو نمیخرم. فعلا داره بیشتر بازی میکنه.
تونستم. یکی اینجا ژاپنیه. من حلاشم. امیدوارم حلو باشم. یعنی حلو قراره بشم. حلو نمیخوام باشم. کسی یاد نخواست حلو بشه. شاید از کسی نمیتونه حل باشه. حلوها اولش نشون میده. من زدم بیدم. این قبول نمیکنم وقتی درست میزنم. خب من رو دیدی. وای که قلبم رفت. آه تو برو اینو بکن. من نصفشو کردم. یه قلب بده لطفاً. وای من نمیدونم بگم. مردم. من 2 تا قلب داشتم ولی اینجا واساده. برو مثل این که من کارم خوب نیست. این دقیقه میدهیم بیرون. دوباره تن گوشیمو عوض کردم. من میگم بریم یوتیوب به نسیم بگیم با نسیم بازی کنیم. چقدر سریع ویدیو میذاره. سابسکرایبرهای جدید گرفتیم. سابسکرایب جدید بس سابسکرایب کنیم. کیه؟ کیه؟ و همه سابسکرایبرام سابسکرایب دارم. بس ببینم. نسیم نیستش. من سپینگ داره. مینی مکس نداره. مینی مکس؟ نسیم؟ صبح نداری؟ مینی مکس فقط اسکورپورو. پسر بود چکار باشم بکنم؟
خب برای چی گذاشته؟ آنتون سهور. آخ محسن که بچه ها من خفته گوشیم خیلی پر کاری میکنم خالی میشه شاید امروز فردا برم اگه راهی بلدی بگم تا حافظه گوشیم رو خالی نکنم. بعدم میتونه برگرده من قبلا خودم گوشیمو خالی کرده بودم ولی چون که اکانته با همون اکانت هم رو دوباره زدم و اکانت هم نرفت از اول. پس کسی نمیخواد با هم دیندی وارز بازی کنه. بچه تا اینجا ویدیو تموم میشه دیگه نشد دیندی وارز بازی کنم. آره